سلام بریم مایتون، چطورید؟ خیلی مخلصیم. آقا پوکو X5 پرو براتون بررسی کردم، کلا درباره صحبت کردم که بهتون گفتم توی رنج قیمتی 15 16 تومن یه گوشه خیلی خفن برای خریده، یه گوشه خیلی جذاب و دوست داشتنیه. حالا توی کامنت هایی که گفتم گوشی رسیده و آنباکسش کردم خیلی درخواست تست گیمینگ گوشی داشتید، میگفتید که آقا به درد بازی میخوره نه. تو بررسی یه ذره در موردش صحبت کردم، گفتم اونجا بهتون که یه تست گیم جدا براش درست میکنم که این ویدیو همون ویدیو، یعنی میخوام تست گیم پوکو X5 و پرو رو با هم بریم ببینیم که چقدر داغ میکنه، چقدر باتری کم میکنه، افت فریم پیدا میکنه یا نه. بیشترین فشار رو ممکن رو من دارم به گوشی میارم، نور صفحه نمایش تا آخرش زیاده، اسکرین ریکورد داره میکنه و فریم ریت و گرافیکش هم توی نهایت چیزی که ساپورت میکنه. اسنپ دراگون 778 جیه چیپست این گوشی و با هم بریم که چیکار کنیم. خب اول اصلا بریم که درجه حرارتش چقدر، هم الان که میخوایم تازه شروع کنیم بازی. قاب پشتیش 29 تقریبا، 29 2 3، صفحه‌ش هم 30 تقریبا، یعنی صفحه 30 ما میگیریم، پشتش هم 29. باتریش هم 99%. خیلی خوب، اسکرین ریکورد رو بزنیم، بریم توی کال آف دیوتی و شروع کنیم یه دست بتل رویال بزنیم ببینیم که چیکار است. خب اول اینجا بهتون نشون بدم که با چه کیفیتی داریم میریم بالا. ببینید گرافیک کوالیتیش وری های، فریم ریتش هم ماکسیموم و بریم بتل رویال. خیلی خوب، امیدوارم که نبازیم، بتونیم یه بازی خوب داشته باشیم، یه سری باتو بکشیم ببینیم چه خبره. و اینکه اینجا من توی گیم تور رو بهتون نشون میدم که فریم ریتش الان 59 فریم در ثانیه. من حالت پرفورمنس هم گذاشتم که این نهایت قدرت گوشی بیاد روی بازی. خب بریم اینجا ببینیم چه خبره. از جای سختی شروع کرد برادرمون یا خواهرمون، حالا به اول یک کدوم این دوتاست دیگه. اینه چرا باید نداشتی؟ خیلی خوب، پایین. بله من این چیزا رو خیلی دوست دارم. راکت چیه؟ خیلی چیز باحالیه. چه قدرتی داره، از نزدیک بزنی به یارو پرپر میشه، همون با یه دونه شلیک قشنگ پرپر میشه. چرا همشون این اصلا از سواکاست؟ هلیکوپتر. اینجا بریم ببینیم اسلحه سنگین میتونیم برداریم. کجا میخواد بره؟ بابا یه صبر کن، داریم جنس جمع میکنیم. رفت. آره یه وایستاده برام. اومد بس باریکلا، چه تیم آپ خوبیه به نظر. وایستاده تا ما بیاییم. تیر نداریم، مشکل اینجاست که تیرمون کمه. بزنیم الکی اونو سوزوندیم. فریم ریت با ببینیم تا این رو هوای 58 60 فریم در ثانیه ثابت هست. ببینید این نمودار ثابت اصلا افتی نداره. کی داره میزنه؟ زدم من. یه جور ما بده یارمونو زد. عجب لامصبی بود، هممونو زد. بریم یه دست دیگه بیاییم. خب اون دست که به فنا رفتیم، ولی قول میدم این دست با شرافت از تیم دفاع کنم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجا فرم شوخی بردار نیستش، این همون اول همه دیگه رو لطاپار میکنه. حالا امیدوارم که اتفاقای خوبی تو این بازی بیفته حداقل.
خاطرات تلخ بازی قبلی از بین بره. خیلی خوب خیلی خوب. فریم ریت هم بهتون نشون بدم، هم 59 فریم در ثانیه ماشاءالله ثابته. اینجا فعلا خبری نیست. 8 دقیقه است که گوشی درگیر بازیه. برای خدا وکیلی من گرمایی احساس نمی کنم پشت در حقیقت دستم و این خیلی خوبه. این اونجا بچه های چیزی دیدن. شاتگان خیلی حال. این سگا ما رو با خوش میبرن. من بذارم توربوش هم بیارم ببینید. بله 59 یه افت فری کوچولویی داشتی که حالا اون خیلی مهم هم نیست. خیلی اتفاق بعدی نیفته. چجوری اجرا میکنه بازی رو واقعا. گوشی داره اسکرین ریکورد هم میکنه. این چی این جدید بود؟ نه خیلی جذابه. گوشی در حال اسکرین ریکورد برای شما هیچ افت فریمی نمیبینید واقعا. یکی داره داداشم سوار ماشین شد. کجا میری؟ برو ببر. سواش برو. برو. نمیخواد بیاد ازم. چرا میخواد؟ این چهاره به نظر یه ذره سرکش میادش. هم جدا رفته بر خودش. اهل تیم کردن نیست. بد کردیش. اینه مثل که داشت لج بزن. بیا داره میاد بدبخت داره برو. چی اسمش؟ دارک گل محمد. گل بود. چیکار میکنی؟ کجا میخواد بره؟ آجا ما که تو زونیم دیگه. کجا میره؟ اوه چه مویی هم رد میکنه ماشاءالله. کف گرفت به زمین. این ماشین اصلا استوب نداره هیچ جا. همه جا میره. مثل اون 3 نفره هست که بالاش تیر بار داره. اسمش هم نمیدونم چه اسم دارن این ماشین راستی. تا دقت نکردم ببینم اسم دارن یا نه. اوه چیکار میکنی؟ کجا میری عزیزم؟ جعبه اینجا ماند. من با نیت فور اسپید اشتباه گرفته داشتم بازی رو. خیلی رو پول وایسی. دیگه به حرفشون گوش بدیم. چیه حیفشون هلیکوپتره میشد بزنه. فریم ریت رو یه افت کوچیک داشته یعنی ولی اوکیه. یعنی چیز بدی نیست. چیکار میکنه؟ کجا میری؟ ماشین میتره کنم که دیگه باش جایی نتونه سره کرده ما رو. کجا آورده؟ توی دنیای ماتریکس آورده.
پشت سر هم بازیکن‌ها هستن که میرن. چه زدمش، الله اکبر. تو یاران کمک کردن، الان جلکی هم باد ور نداریم. بات هم نبود، دقت کردی میگه. شاتگان نه، همین رو دوست دارم. چی شاتگان میخوام؟ همین شاتگان هم دوست دارم. فقط تیر جمع کنیم و این کارو بکنیم. اینجا خیلی شلوغ پلوغ نیست قطعا. شاتگان هم چند تا تیر میتونیم داشته باشی. من کجا میخوای بریم؟ حلش که ما رو بار کجا؟ فریم ریت هم ببینیم. 60 فریم در ثانیه ثابت. خفن. یه درجه حرارت هم بتونش حالا اینکه رو حواس فعلا 37 درجه قاب پشتی، یعنی کمتر از 10 درجه افزایش. صفحه نمایش هم 39 درجه، اون هم 9 درجه. من اصلا گرمای بدی تو قاب پشتی احساس نمی‌کنم. این اتفاق واقعا خوبی برای این میشه. خیلی مدیریت حرارتی خفنی داره. من دوست دارم این کارو، واقعا خیلی جذابه. تو بررسی هم بهتون گفتم که خیلی گرمای عجیبی حس نمی‌کنید. اینجا میتونم ماشین مثلا کجا میری؟ ماشین اینجا درست. میاد بریم یا نمیاد بریم؟ بریم. برو کنار بریم. برو کنار. ما رفتیم. این ماشین کنده. من چه کردم من کجا؟ تو آب نیفتیم. این بدبخته که من دست فرمانم خوب نیست، پیاده شد. من نمیدونه که من فرمول 1 کار میکنم. دیدید؟ زدم تو دیوار. میخوام هلیکوپتر یارمو بزنم، واقعیتش رو بگم. کار کثیف میکنم. وقتی گفتم فرمول 1 کار میکنم قشنگ در دیوارم. این حرکت کثیف بزنم تا یاد بگیره. این کجا بود جبه؟ تو آبه. برو بابا. چرا باید جبه بندازی تو آب؟ بریم آجی بریم. یه افتفر ریزی دیگه هم کرد. دیدی؟ خیلی واقعا اصلا جدی نیست داستان. اوه زون داره میاد. حالی بریم زون داره میاد. خودروهامونو کجا گذاشتیم؟ تو ماشین خود میای؟ کجا آورده؟ تو بدبختی باید فرار کنم اینجا. این ماشین نشه قطعا تو گیر میکنی تو زون. الان شو خیلی جذاب نیست قضیه. اوه اینجا چه خبره؟ برو پای
به این بزنیم پرتش کنیم. کجا هستن اینا دیگه؟ از این پولاد بریم اونجا دورم اون بره. فکرم زون این دفعه تو آبه بسته میشه کامل. فعلا بریم از رو پولون بره. بله داشتم تو باقلیه. خودمون داریم نیت فور اسپید بازی میکنیم. چقدر پا داریم اینجا. یه افتفر کوچوله دیگه هم داشتیم اینجا. بذار نشون بدم. بله یکی دو تا داشتیم. ولی همه چی خوب واقعا اصلا. هر گوشی تو این رنج قیمتی من با حد اکثر فشار دارم بهش وارد میکنم. الان تو حالت معمولی که شما قطعا اسکرین ریکورد نمیگیرید. من الان 19 دقیقه است دارم گوشی بازی میکنم. اسکرین ریکورد هم دارم میگیرم. خیلی خوب وضعیتش. درجه حرارتش الان بهتون نشون میدم. بذار برم یه جا خف کنم. خب بذار اینم بردارم. خب جلو 40 درجه صدای پا داریم. سگا رو بکنیم بره. زدنش. پشتم نشون بدم بهتون. پشتم 37 درجه. یعنی هنوزه که هنوزه. بذار بالای پشتم بگیریم. یه نهایت اون بالا 38 شده. هنوز زیر 10 درجه افزایش درجه حرارت توی قاب پشتی هست. صف نمایش فقط یه مقدار گرم‌تره. گرماش هم خیلی عجیب غریب نیست. اینه که کیفیت بازی فوق‌العاده بالا، فریم ریت بالا و همه چی خوب داره اجرا میشه. اصلا یکی دو تا لگ جزئی داشتیم، افت فریم جزئی داشتیم که اتفاق بعدی هم نیستش. سگامون داره یه جا میره. فکر کردیم نه من نمیبینه. یه اینجا به اونجا یه از اونجا به اینجا. بزن Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. بالا زد لامصه و بات اومد فکر کنم یا اون رو یارش بود چه میدونم زد دیگه بیشرف. میان نجاتمون بده. چقدر پا اینجا هست. نجاتم که دیگه نمیتونه بده. این هم زد. یکی مونده که اینجا خف کرده. حالا دیگه کافیه به هر حال. افت فریم هم نهایت بهتون یعنی فریم ریت افت فریم ریت هم بهتون نشون بده. ببینید رو 60 فریم در ثانیه هنوز هست. یعنی ما یه دو سه تا افت فریمی داشتیم که خب گوشی هم داره اسکرین ریکورد میگیره. گوشی میان رده است. داره اسکرین ریکورد میگیره. نورش تا آخر زیاده. و کیفیت بالا و گرافیک کوالیتی بالا و فریم ریت بالا داره اجرا میکنه. درجه حرارت توی قاب پشتی 38 درجه، توی بالاترین حالت 40 درجه شده الان که 29 درجه بود، یعنی 11 درجه افزایش درجه حرارت، ولی واقعا گرمای بدی پشت گوشی احساس نمیشه. رو صفحه نمایش هم 41-2 درجه، اونجا هم تقریبا 11 درجه افزایش حرارت داشتیم و باتریش هم شده 91 درصد از 99 درصد، یعنی 8 درصد کم کرده. 22 دقیقه گوشی داره بازی اجرا میکنه که اتفاق خیلی خوب. اگر شما توی حالت معمولی نور صفحه نمایش تا آخر نباشه، فریم ریتتون بالا باشه، گرافیک کوالیتیتون هم بالا باشه، اسکرین ریکورد هم که قطعا نمیگیرید، میتونه گوشی به راحتی هرچی تمامتر بازی رو براتون اجرا کنه و مطمئنا لذت ببرید از بازی کردن روی پوکو X5 پرو. دمتون گرم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودید. خیلی دوستتون دارم. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.